این 5 تا اشتباه ممکنه که گربه‌تو بکشه. اولیش خوابوندن گربه‌تون کنار شوفاژ یا بخاریه. درسته که گربه‌ها دوست دارن که فضایی که توش هستن گرم باشه، ولی گرمای بیش از حد باعث کم‌آبی، سوختگی و مشکلات پوستی براشون میشه. مخصوصا نژادهای پرشین که خیلی بیشتر موهای بلند دارن، بیشتر در معرض مشکلات پوستی و سوختگی هستن. پس سعی کنین اون فضایی که براشون درست می‌کنین نه خیلی سرد باشه نه خیلی گرم باشه. دومیش دادن شیر گاو به گربه هاست. درسته که گربه‌ها شیر دوست دارن، ولی شیر گاو چون لاکتوز داره باعث مشکلات گوارشی، اسهال و دهیدراتاسیون بدنشون میشه. پس اگر میخواین بهشون شیر بدین، لطفاً شیرهای بدون لاکتوز مخصوص حیوانات رو واسهشون تهیه بکنین. سومیش استفاده از خوشبو کننده ها و شمع‌های معطر توی خونه است. خیلی‌ها نمیدونن که شمع‌ها و خوشبو کننده ها میتونن به شدت سمی باشن و مشکل تنفسی توی گربه ها به وجود بیارن. پس اگر میخواین از خوشبو کننده ها استفاده کنین، لطفاً از خوشبو کننده هایی که مواد شیمیایی توشون ندارن و طبیعی هستن استفاده بکنین. چهارمین مشکل نداشتن خاک گربه تو جای مناسبه. یادتون باشه که گربه‌ها به شدت روی تمیزی حساسن و اگه خاکشون جای مناسبی نذارین، باعث میشه که دیگه نتونن دستشویی کنن و دچار مشکلات کلیوی بشن. پس حتما حواستون باشه که خاکشون رو تو جای مناسبی قرار بدین که بتونن ازشون استفاده بکنن. پنجمیش نداشتن اسکرچر برای گربه هستش. اسکرچر باعث میشه که ناخناشون سالم بمونه و استرسشون کمتر بشه. گربه‌ها کلا دوست دارن که تعیین قلم رو بکنن و ناخناشون همیشه تیز باشه. اگه اسکرچر نداشته باشن، این کارو با وسایل خونه میکنن که این کار باعث میشه که هم ناخناشون آسیب ببینه، همین که در معرض استرس قرار بگیرن.